ما تو این دوره همینه اینجا همه در حال مشاهده دو تا 206 دستکاری شدن. کلی ماشینای ایرانی داریم که همهشون با سلیقه طراحی شدن. نگاه کن، فقط یه جوون ایرانی میتونه اینقدر با عشق قشنگ. نگاه اوه بابا اومدیم 2 دقیقه خودتو ببینیم چرا میاد بالا. اینجوری میشه کار کرد. نگاه کن چقدر تمیز. ماشین ایران نیسان عربی قبول داریم. اینو نگاه عالیه. چه بوغی اون لایم ماشین خارجی ها مشنگا هر قسمتش یه جذابیت خاصی داره، مخصوصا این نیسان آبی. این هم صدای 206 که اونجاست، انقدر قشنگ. این هم از این چیزی که همه به خاطر رسید میشه. ولی میراخیش دیگه هست. با جرات تیر خلاص این